برادران بزرگان من، روز اهل اصحاب در محضر پیغمبر بزرگوار نشسته بودند، از پیغمبر بزرگوار پرسیدند، گفتند یا رسول الله ربنا قریب نناجی او بعید فینادی. یا رسول الله، پروردگار ما، الله ما، صاحب ما، خالق ما، آفریدگار ما، دادرس و فریاد رس ما، آیا به ما قریب است یا اینکه از ما دور است؟ اگر قریب باشه ما به آداب و آیسته و نرم و ملایم به او صحبت کنیم. اگر الله رب العالمین از ما دور باشد، اگر الله رب العالمین از ما مسافه دور باشد، ما فریاد کنیم تا اینکه فریاد ما را، صدای ما را، داد ما را، ندای ما را بشنود. وقتی میگه اهل اصحاب پرسیدند، پیغمبر بزرگوار جواب نگفته بودند، جواب ناگفته بودند. اون ذاتی که هر شخصیت فریادش کرد به فریادش میرسه، اون ذات جواب اینها را گردانید. رب العالمین جواب گفت و سوی پیغمبر بزرگواری ما، استعیذ بالله، و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. ای محمد صلی الله علیه وسلم، وقتی بنده ها از تو میپرسن که پروردگار ما به ما را قریب است یا اینکه دور، و سوی بنده های من بگو که فإنی قریب، من به اونها را بسیار قریب هستم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجابت میکنم، قبول میکنم. دعا کننده را هر وقت دعا کنم. برادری بزرگواری من، برای چی پریشان هستی؟ برای چی خود را گم کرده ای؟ برای چی هر نوع فکر در سر تو می آید؟ الله رب العالمین به سوی تو بسیار قریب است. حتی در آیت دیگر رب العالمین می فرمایند از این شاهرگ گردن دیده ای انسان من به سوی تو قریب تر هستم. یعنی برادر بزرگواری من، امروز من و شما وظیفمون است حتما باید دعا داشته باشیم. حتما باید خصوصا شخصیت های بزرگوار، شخصیت های کلانسال، شخصیت های محترمی که موی سفید داره، خصوصا شما باید در دلهای شب، دیگر وقتی خواب رفتن نیست، خوب خواب کرده، در دلهای شب باید دعا داشته باشید. باید دعا کنه که ای الله رب العالمین، هر مصیبت و بلایی که در جسم و جان ما میاری ما قبول داره، اما مصیبت در دین و در ایمان ما نیار. پروردگارا مصیبت از دین ما، از ایمان ما دور بگردان. باید دعا داشته باشیم. برادران بزرگوار من، دعا باید چی نوع باشه؟ پیغمبر بزرگوار برای من و شما تعلیم دادن، میفرمایند که ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه. تن دعا کنه، آن نوع دعا کنه که یقین و باور داشته باشه که خداوند دعای شما را قبول میکنه، اجابت میکنه. یعنی دعا باید این نوع نباشه که خدا قبول میکنه نمیکنه. برادری بزرگواری من، از تحت دل و حضور دل به آب، به قطره آب دیده، به گردن کج، به تضرع و زاره و سوی الله رب العالمین فریاد کن، دعا داشته باش تا اینکه خداوند این مصیبت، این وبا را، این بلا را از بالای من و شما هم دور بگرداند.